میشه نرخ بلند است. نرخ بلند نیست. نرخ مطابق ارزش است. مطابق ارزشی استحصال شما میخواد که 30 درهم شود، 40 درهم شود. یکم دیو 18 سومون یک تربوزچه میدان نخور که دیرم است. من خودم همین دین باور کنید بازار در اومده 10 تربوز گرفتم. در تربوزی میونه هم میده گفته که شما 9 سومونی گرفتم. خیلی ما با خاطر اون که سال گذشته میدان کشت از طرف در ولایت صوف کمی کمتر شده بود. همین سال وقتی دورنمای کشت زراعتی کشاورزی به نقشه گرفتن ما میدان کشت پالیزیای زیاد نمودیم. رحمت به دهقانا که ماه اپریل به هندلک‌ها برآمدند. یک هندلک 1 سومون بود، 50 درهم بود. تا شهر دوشنبه می اومد 3 سومون شد. و امروز میدان برای استحصال پالیزی‌ها به خصوص تربوز و خربوزه میدان کش خیلی زیاد است و پایل این پرابلم نمی شود. حالا 1 کیلو مثلا تربوز خربوزه به حساب من 4 سومون 70 است. این در خود مکانی که استحصال میگردد البته نرخ نهایت ارزان است. و وقتی که 2-3 درس میگذرد از 2-3 درس یک نفر به واسطه از همون خواجگاه دهقانی جمع میکنه. اون نفر به شهر دوشنبه میبرد. 3 نفر دیگر باز همونا با نفری میفروشد که در اینجا واسطه و دسترسی استعمال کنندگان میشود. به همین خاطر کمی نرخ در همینجا کاسته میشود، بلند میشود.